دمیتری گاردون روزنامه‌نگاری مشهوری اوکراینی خواستار تحقیق استحصال پهپادهای ایرانی در تاجیکستان شد. قرغزها از شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان خواستند که امضای سازشنامه درباره آبانباری کامپیرآباد را به تأخیر گذارد. سنگ‌های قیمت‌بهای دزدیده جیانی پرزیدنت سابق قزاقستان نورسولطان نظربایف به مبلغ 230 میلیون دلار به قزاقستان برگردانیده شدند. طالبان در افغانستان شعبه پالیسی زنانه تأسیس دادند. روزنامه‌نگار و بلاگر معروف اوکراینی دمیتری گاردون از جامعه جهانی دعوت کرده است استحصال درون‌های ایرانی در تاجیکستان و به کجا رفتن آنها را تحقیق کنند. قبلا او ادعا کرده بود پهپادهای ایرانی که در تاجیکستان استحصال می‌شوند در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می‌شوند. اما وزارت خارجه تاجیکستان این ادعای ژورنالیست را رد کرد و گفت جمهوری تاجیکستان به کشورهای سوم تجهیزات نظامی نمی‌فرستد. دمیتری گاردون در مصاحبه با بخش ازبکی رادیوی آزادی روز 31 اکتبر گفته است شاید به کشورهای سوم نمی‌فرستند. سوال من این است که به کشورهای اول، دوم و چهارم چی؟ تمام جهان خبر دارد که در تاجیکستان کارخانه استحصال درون‌های ایرانی وجود دارد. تمام جهان می‌داند که روسیه از ایران درون می‌خرد. تمام جهان می‌داند که با مدد درون‌های ایرانی روسیه اهالی ملکی اوکراین را می‌کشد و از زیر ساختارهای کشور ما را بمباران می‌کند. باز چی گفتن لازم؟ همه چیز معلوم است. روزنامه‌نگاری اوکراینی گفته است من از جامعه جهانی دعوت می‌کنم در این باره تحقیقات گذرانند. معلوم کنند که چه نوع درون‌ها در تاجیکستان استحصال می‌شوند یا می‌شدند. در خاک تاجیکستان کارخانه کدام کشور جای داده شده است و درون‌های استحصال شده به کجا برده می‌شوند. کمیته دفاع از آبانباری کامپیرآباد قرغزستان از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف خواسته است اجرای سازشنامه درباره آبانباری واقع در مرز با قرغزستان را به تأخیر اندازد. این کمیته ادعا دارد که برخی از اسناد بخش از سازشنامه میان دو کشور با نقض دغلانه معیارهای کنستیتوسیونی، قانون‌های مقرر شده، پایه‌های سیاسی و دستاوردهای دموکراتی جمهوری قرغزستان به تصویب رسیده اند. از جمله گفته می شود که مسئله مالکیت این آبانبار در کمیته امور بین المللی، دفاع، امنیت و مهاجرت پارلمان قرغزستان همگی دو بار مطرح شده است. در برابر این محاکمه در رژیم پوشیده گذشته و دپوتات‌ها از روی مسئله معلومات پررد داده نشده است. در مراجعتنامه آمده است شهروندان همچون صاحب زمین خود حق دارند نشر اسناد بین دو پرزیدنت به امضا رسیده را طلب کنند، زیرا سخن درباره منفعت‌های درازمدتی دو کشور می‌رود. کمیته از بازداشت‌های دسته‌جمعی نمایندگان جامعه شهروندی، سیاستمداران، فعالان و حامیان حقوق بشر یادآور شده است که آنها مخالف انتقال کامپیرآباد به ازبکستان بودند. یادآور می‌شویم که روز 10 اکتبر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغزستان قمچبک تشریف گفت که در پی سازشنامه امضا شده میان دو کشور ازبکستان به قرغزستان 19699 گکتار زمین خود را داده 4485 گکتار حدود آبانباری کامپیرآباد را از خود می‌کند. مردم ناراضی از این سازشنامه تظاهرات برپا کردند و ده‌ها فعالان و سیاستمدارانی که در تظاهرات شرکت کردند بازداشت شدند. کارمندان انتظامی قزاقستان سنگ‌های قیمت‌بها و جواهرات قیرت ستیبالدیولی جیانی رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسولطان نظربایف را به مبلغ بیش از 230 میلیون دلار به خزینه دولت برگرداندند. مبلغ‌ها در چهارچوب پرونده جنایی عاید به شستشوی پول آشکار و مصادره کرده شدند. خبر یدیلی.com با استناد به دفتر مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان اطلاع می‌دهد همچنین کارمندان حفظ حقوق توانستند معین کنند که ستیبالدیولی با کاغذهای قیمتناک خارجی 300 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این مبلغ نیز باید در آینده نزدیک به بودجه قزاقستان وارد شود. قیرت ستیبالدیولی روز 26 سپتامبر با اتهام تصرف مبلغ به 6 سال زندان محکوم شد. او روز 13 مارس با اتهام سوء استفاده از مقام و تصرف مبلغ‌های جمعیت سهامی کشاده قزاق تلکام بازداشت شده بود. بعداً با گمان ریدری همسر سابقش گلمیره ساتیبالدی نیز
بازداشت شد. حکومت طالبان در افغانستان به قبولی زنان برای خدمت در یکی از واحدهای امنیتی جمعیتی وزارت کارهای داخلی شروع کرد. طبق اطلاعیه وزارت در حال حاضر 100 نفر زنان برای خدمت در این قسم تعلیم می‌گیرند. طالبان رسما درباره عهده‌داری‌های کاری خود چیزی نگفته‌اند. در یک نوار ویدیویی که در توییتر نشر شده است، زنان با سپر و کلاه مجهز شده‌اند که پلیس معمولاً هنگام پراکنده کردن تظاهرات از آن استفاده می‌کند. یکی از این زنان با مراجعت به زنان افغان که در سابق در پلیس کار می‌کردند مراجعت کرده می‌گوید بیایند و در وظیفه خود کار کنند. گرفتیم بر ما خیلی مفید بوده. ما زیاد چیزا رو یاد گرفتیم و میتونیم که از خود دفاع کنیم و در عین انجام وظیفه از این استفاده خوب کنیم. خواست ما از خانمایی که در صفوف پلیس سابق بودن عالی نیستن، باید همگیشان باید بیاین، هیچ کدام تهدید فشاری نیستن، باید پس در وطن خود خدمت کنه، به مردم خود خدمت کنه و کسایی که خارج از افغانستان رفته پیام ما ای است که باید پس در وطن خود برگرده. امی وطن ماست، امی خاک ما. агентии иттилоотии русии новости бо истинод аз қавли муҳодиса амин як муборизи ҳуқуқи занон дар афғонистон навиштааст ки толибон мехоҳанд вокуниши ҷомеаро ба бераҳмӣ нисбат ба занон дар эътирозҳо ҳамин тавр ҷилавгирӣ кунанд. ба навиштаи агентии иттилоотии русии новости ин занони полис дар тазоҳурот кор хоҳанд кард ва бо тазоҳургароне ки дар онҳо ширкат мекунанд муошират хоҳанд кард. گفتنیست پس از به قدرت رسیدن طالبان تعداد زنانی کارمندان نهادهای انتظامی افغانستان به شدت کاهش یافته است. تابستان سال 2022 طالبان قسما اجازه دادند که زنان در نیروهای امنیتی کار کنند.